سلام برادرها. سلام علیکم سلام همه کسا. چند وقتی نبودیم. امروز تدخانی سخت کرده گه. هم برای دیولم روی میگردیم. یکم متر برف است. لیکن نمیگویی. اینجا بچه هم سواری دارن رو تماشاش میکنیم. حالا این بالا باید سوار شون و همین ته بیاین. برادر اینجا سفید دره نیست. شویتساری هم نیست. اینجا ناحیه سنگور تلدره سوبیق میگن. که هر یک کنجه که نگردنگر نکنی ترجیح هست. در کار نیست تشکیل دادنی سفید داران یا یگان شویتساری دیگه. فقط یک لیجه در کار که سور شد تمام. یک سنوبورد. حرکت که اینش بود تماما بالا رفت. چلا ایرا بره هاشه تو تایید نقمه کامره به گای میرسی. برادرها این نمودی چلگین. این چیزی که میبینه یک نمودی نابرمد سپورتی های. این ایره میگن یک کرتکه کهنه. در درونش باز یک کرتکه کهنه دیگه. هیچ کودکی بده است. این نامش کردن به فکرم 20 لیتر بورد یا که روغن مومین داشت در وقتش مومین بورد میگن ایره سنو بورد یا که مومین سنوش گیم اگره چخلای میشه باشکای 20 لیتر را میبرن ای در
خوجگان در کار میشه برای بعضی چیزا را کشیدن بردن بر کردن خود کردن. وقتی که زمستان شد با این قطعی همین خیلی راحت میکنی. لیجه خریدن در کار نیست. یه هم نرخش گران است. حاضر 400 سومون 450 سومون نرخی همین روان. خریدنش قیمت اینه که در وقت مردم خریدگان هر کس 20 لیتر داره 20 لیترش در کار است. اما وقتی که بریدیش دیگر هیچی در کار نمیشه. اینقدر سوری کردن که شکوف شدگی است. یا باید تاش روان بشکی. یک تیزتر بدوا. یکی در ایتری جو روان هم در کار نیست. این مردم تماشابینان اعضای جوری ترمز را نجا خوش که ده باشه کوبیا بینیمت کیستی ده باشه نگریز هم موجیکور هم یا بانوار گیریم یا هم قویندن سنوبوردیست های تنج میشه که با کرتکش سیاه با کرتکش سرخ دک است برادرای عزیز برای یگان چی شدن مثلا فوتبالیست شدن یگان چمپیون شدن گوشتین گیر شدن دیگر باید ای نول تاکنی ای صفر شروع کنی برای همین برادرها آینده همونن انشالله ای کرتکه سر کردگیان ای لباس بعد میگذارن در بوچکه بعدی بوچکه میگذارن در چگینه بعد میگذارن در لیجه و دیگر انشالله که شان شرفی ما همین میشوند آینده سازانی تاجیکستان آینده سازانی ملت همیان برادرها خیلی تماشا کردیم یک به خاطر آوردیم دوره گذشته را دوره جوانی را دوره کودکی را ما هم در وقتش دعا میکردیم خدا میگفتیم که تیزتر قد کن شوه که بریم یک جز سوری کنیم یک راحت کنیم کمتر قد خون میشید میرفتیم سوری میکردیم بعد وقتی قد خونی سخت میشید با یک بوره راحت این هم خیلی برادر عزیز وضعیت اینترنت من جغل بود آینده هم پیش بینی شدگی که جغل تر میشوه همه ما شما میدونیم سبب اینه که مردم وقتی که میگابایت میخرن پولشون در کینوها صرف میکنن برای همین اینترنت قیمت میکنن که میگابایت که خریدن میگابایت خونی بنی همین جون رو دمیقه میکنی میتی 100 میگابایت میگیری همین قیمت میشه که بهترین و قیمتترین اینترنت در جهان اینترنت تاجیکستان میشه با شما دست کم نگیره طرفداری کنه زنده باشه در امان الله ما همیشه تو بازدید